بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. و او را به حیث پیامبر به بنی اسرائیل با این پیام میفرستد که من بیگمان به شما با معجزه از پروردگار شما آمده ام که از گل به شما شکل پرنده می سازم، سپس در آن می دمم و به اذن خداوند پرنده می گردد و من به اذن خدا آنانی را که کور مادرزاد یا پیسند شفا و مرده را جان می دهم و من از چیزی که آن را می خورید و از آنچه در خانه های خود ذخیره می کنید به شما خبر می دهم. براستی اگر شما باور دارید این معجزه ها برای شما نشانه روشنی است برای این که من واقعا پیامبر می باشم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. و من به سوی شما آمده ام تا تصدیق کننده تورات باشم که پیش از من بود و برای شما قسمتی از آنچه را که قبلا بر شما حرام شده بود حلال گردانم و به شما معجزه را از پروردگار شما آورده ام، لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بیگمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را پرستش کنید، این است راه راست.